خب امروز میخوایم بریم سراغ داستان یه ملکه خیلی قدرتمند که یه امپراتوری رو شکل داد. سوال اصلی زندگی جهان بیگم خاتون دقیقاً همین بود. داستانش توی امپراتوری پر از آشوب اتفاق میفته. جایی که قدرت همیشه دست به دست میشد. اون موقع‌ها زنها باید تو حرمسرا میموندن و کاری به کار حکومت نداشتن. ولی جهان بیگم خاتون یه استثنای فوق‌العاده بود. اون این قاعده رو به هم زد. اولین چالش جدیش وقتی بود که مملکت درگیر یه جنگ داخلی خیلی بد شد. پسر خود پادشاه علیه شورش کرد و دودمان رو تا مرز نابودی کشوند. اینجا بود که خودش مستقیم وارد عمل شد و یه راه حل دیپلماتیک عالی به پسرش پیشنهاد داد. با همین یه حرکت هوشمندانه جلوی یه جنگ داخلی ویرانگر رو گرفت. نفوذش موقتی نبود، دیگه شده بود بخشی از بدنه اصلی حکومت. اما بذار ببینیم چطور مهارتش توی بحران شخصی‌تر و خیلی دراماتیک‌تر مهکه خورد. این بار جهانشاه حکم اعدام پسر دیگرشون یعنی حسن علی رو صادر کرد. دیگه همه چی برای یه اعدام سلطنتی آماده بود. اعدامی که میتونست دودمان رو ضعیف کنه. جهان بیگم وارد دربار شد و با یه شجاعت بی‌نظیر رو در روی پادشاه از پسرش دفاع کرد. حرفاش نظر پادشاه رو عوض کرد و هم پسرش رو نجات داد، هم آینده سلسله رو. اما اون خوب میدونست که قدرت سیاسی یه روز تموم میشه. دنبال یه چیز موندگارتر بود. برای همین شروع کرد به ساختن بنایی که از هر پادشاهی عمرش بیشتر باشه. جالبه که خودش شخصاً روی ساخت مسجد نظارت داشت. یعنی سیاست رو با هنر گره زد. این مقایسه خیلی قشنگ تفاوت بین یه حکومت موقتی و یه میراث جاودانه رو نشون میده. داستان جهان بیگم حتی بعد از مرگ شوهرش هم تموم نشد. اون بحران جانشینی رو مدیریت کرد و نیروهای وفادار رو جمع کرد تا تاج و تخت رو حفظ کنه. این نشون میده قدرتش فقط پشت پرده نبود، بلکه توی میدون هم حرفی برای گفتن داشت. اما آخرش بزرگترین میراثش جنگ‌ها نبودن، بلکه اون زیبایی بود که از خودش به جا گذاشت. داستانش آدم رو به فکر فرو میبره که تاریخ اسم چند تا زن قدرتمند دیگر رو از یاد برده. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشیم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی، سیزین سسینز.